تا حالا دیدید یه شاعر شعری بگه که هم معنای سیاسی بده هم معنای عاشقانه؟ حافظ این شعر رو گفته. درود بیکران، پاینده ایران و ایرانی، به کانال مستر حافظ خیلی خوش اومدید. به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی، به پیام آشنایان بنوازد آشنا را. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را. به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. در بیت اول که می‌فرماید به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، یه معنای ظاهری داره. به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. معنای ظاهرش این میشه که پادشاهانی هستند، صاحب حکومت‌هایی هستند که نسبت به مردمشون بی‌توجه هستند و میخوان یک سری اهداف خودشون رو پیش ببرن. حالا مردم این وسط چی میشن خدا میدونه. به ملازمان سلطان، به همراهان سلطان کی این درخواست ما رو میرسونه؟ چون بالاخره دیدن سلطان که راحت نیست، به این راحتی که نمیشه سلطان رو دید، باید به ملازمانش برسونی. چون حتی اگر اون رو ببینی، او به حرف تو گوش نمیده، او تو رو نمیبینه، مجبوری که به ملازمانش این سخن رو برسونی. حالا میگه به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی، به خاطر شکرانه این نعمت، به خاطر شکرانه این موقعیت و ثروتی که داری، ز نظر مران گدا را، چیزی که توی این قسمت بهش اشاره کردیم. لااقل به خاطر این موقعیت و ثروتی که داری، ز نظر مران گدا را. به درد مستمندان برس، به درد مردم برس، لااقل به خاطر شکرانه این پادشاهی که داری. اگر میخوای این پادشاهی از دستت نره، دل مردم رو به دست بیار. این خطاب به چه نوع حاکم حکومتیه؟ به حاکمیه که به مردم خودش بی‌توجهی میکنه. وگرنه اگر حاکم به درد مردم برسه، چرا اینجوری حافظ میگه به ملازمان سلطان که رساند این دعا را؟ کی میتونه این پیغامو بهش برسونه؟ این یه معنا که اون معنای سیاسی بود که خدمتتون عرض کردم. حالا اون معنای عاشقانه رو بخوایم در نظر بگیریم، چطور در میاد؟ به ملازمان سلطان، حالا شما سلطان رو به معنای معشوقه در نظر بگیر. حالا از اول بخون. به ملازمان سلطان که رساند این دعا را. سلطان همون معشوقه است که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ببینید آدم وقتی عاشق یه نفر میشه، جرأت نمیکنه مستقیم بره بهش بگه. چیزی که الان خیلی ها باش درگیرن، میگه آقا یه نفر رو دوست داریم نمیدونیم چی کار بکنیم. یه نفر رو دوست دارن، جرأت نمیکنن نزدیکش بشن. حالا به چند دلیل. یه دلیلش میتونه این باشه که ترس شنیدن جواب منفی دارن. میگه ممکنه من برم عشقمو بهش ابراز بکنم ولی دست خالی برگردم و جواب رد بشنوم. یا نه ممکنه که از من دورتر بشه، یه مقدار بهش دسترسی دارم، هر از گاهی میبینمش، اگر بخوام عشقمو بهش ابراز کنم ممکنه دیگه ازم دور بشه و دیگه هیچ وقت حتی نتونم از دور ببینمش، حتی این هر از گاهی دیدن هم از دست من بره، یا اینکه خجالت میکشه و استرس داره و این حرفا. حالا به این دلیله که جرأت نمیکنه بهش نزدیک بشه و حالا میخواد از همراهانش، از اونایی که نزدیکشن، میخواد درخواست بکنه که آقا یه مقدارم ما رو تحویل بگیر. به ملازمان سلطان که رساند این دعا را. ببینید دعا حالا در آموزه‌های مذهبی به معنای که شما از خداوند درخواست بکنی، ولی خب دعا به معنای مطلق درخواسته. حالا از هر کسی هم که بخوای درخواست بکنی. دیدید میگن استدعا میکنم، اینو به غیر خدا میگیم، ولی خب یه نوع دعا و درخواسته.
حتی میشه معنا رو اینجوری در نظر گرفت که حافظ معشوقه رو به عنوان یک خدا قبول داره. دعا مخصوص خداست، حالا من از معشوقم دعایی دارم، درخواستی دارم که به شکر پادشاهی به خاطر این موقعیتی که داری، به خاطر این زیبایی که داری، ز نظر مران گدارا. یه وقتی اگر اومدم به تو ابراز احساسات کردم، اومدم عشقمو نسبت به تو ابراز کردم، یه وقت منو از خودت نرونی. به قول محسن یگانه که میگه با من غریبگی نکن، با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار، من مات تصویر تو هم. یعنی حافظ داره میگه که آقا چجوری با من رفتار کن. چیزی که تو این قسمت خدمتتون عرض کردم، با آدم عاشق اهل نظر اینجوری رفتار نکن. به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر. حالا بیت دوم، حافظ خونش به جوش میاد. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. توی این قسمت عرض کردم خدمتتون که حافظ چه دیدگاهی نسبت به رقیب عشقی خودش داره. حالا دیگه اون لحنش رو دیگه به اوج خودش میرسونه. ز رقیب دیو سیرت، رقیب عشقی. حالا رقیب دو معنا داره، یکی به معنای رقابته، یکی به معنای مراقبته. حالا اونی که شده رقیب عشقی حافظ و در عشق داره با اون رقابت میکنه، به چی تشبیهش میکنه؟ ز رقیب دیو سیرت. این دیو سیرته، از دست این به خدای خود پناهم. حالا اگر به معنای مراقبت باشه چی؟ عاشق دوست داره که خودش از معشوق مراقبت بکنه، دوست داره این جایگاه مراقبت از معشوق نصیب خودش بشه و حالا که نصیب یک کسی دیگه میشه خونش به جوش میاد. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم. چون گاهی اوقات رقیب عشقی نمیتونه آدم بدی باشه، لزوما آدم بدی نیست، هرچند برای آدم عاشق خیلی تلخه که عشقش نصیب دیگه‌ای باشه که اینجا بهش اشاره کردیم. ولی خب همیشه که آدم بدی نیست رقیب، حتی ممکنه آدم خوبی باشه، حتی ممکنه برای معشوقه از خودت بهتر از اون مراقبت بکنه، ولی خب عشق دیگه این حرفا حالیش نمیشه. حالا میگه ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. شهاب ثاقب یعنی چی؟ شهاب ثاقب، حالا چیزی که در کتاب شاخ نبات استاد برزگر خالقی اومده، اشاره به یکی از آیات قرآنه که حالا اگر بخوام یک خطی براتون بگم، خداوند وقتی که میخواد با ملائکه خودش به صورت خصوصی حرف بزنه و شیطان حرفاشون رو نشنوه، از شهاب ثاقب کمک میگیره و شر شیطان رو دفع میکنه. حالا من تفسیر قرآن نمیگم، کاری هم به این ندارم که این آیه شأن نزولش چیه، در مورد چیه، کاری ندارم. وقتی که توی این بیت در موردش حرف زده شده، خب ما هم مجبوریم که یک اشاره‌ای بهش داشته باشیم. حالا حافظ میگه همونطوری که خدا شر شیطان رو به وسیله شهاب ثاقب دفع میکنه، من هم ناگزیرم رقیب عشقی رو به وسیله همین شهاب ثاقب دفع کنم. یعنی حافظ رقیب عشقی رو به شیطان تشبیه میکنه. خیلی عجیبه. تو را من آرزو کردم، کسی دیگر تو را دارد. تا درود دیگر شما رو به خدای حافظ میسپارم. بدرود.